الو بابا امروز واقعا نبوده تو زندگیم حس کردم. من فکر میکردم راه رفتنت کنار اومدن، اینکه ما رو ترک کردی کنار اومدن، ولی وقتی امروز دیدم اون دختر بچه با اون شاخه گلش جنا ثبت باباش میدونید، باباش هم دستش رو پست کرده بود، این میگفت بابایی روزت مبارک، اینم بغلش میکرد بوزش میکرد. من هم اون گوشه بازده بودم فقط عشق میریختم که چرا من همچین نعمتی رو ندارم، تو من از این نعمت محروم کردی. بابا گوش بده، بذار یک بارم من حرفامو بزنم. هیچکی به اندازه تو توی زندگی من نه ضربه نزد، هیچکی به اندازه تو منو خورد نکرد. بابا یادت همیشه به من میگفتی بی غیرت، طلاق گرفتی سر خراب شدی، ای به این بچه که مادرش تویی. نگاه نکردی که من چقدر تو اون خونه دارم مثل سگ کدک میخورم، صدام در نمیومد. حمایتم نکردی. چرا؟ چون به حرفت گوش نکردم طلاقمو گرفتم، منو ترک کردی. اصلا اینا رو بذار کنار بابا، اصلا اینا رو بذار کنار. من فقط الان زنگ زدم بهت بگم دوست دارم بابا، خیلی هم دوست دارم. اگه این حرفای تو نبود بابا، اگه این تحقیرای تو نبود، من هیچ وقت مصمم نبودم که به اون هدفی که میخوام برسم. بابا من فقط زنگ زدم بهت بگم من مفر نیستم بابا، دارم میتونم گریه خودم و عذاب درک کنم.